اینک توسط نمایشمان باز امکان داریم به یکی از مغزهای دلفریب تاجیکستان سفر کنیم. این هم باشد به مجموعه طبابتی استراحتی گرم چشمه. مجموعه طبابتی استراحتی گرم چشمه، چشمه گرم و مینرالی و یکی از یادگاری‌های طبیعی و اکولوژی تاجیکستان میباشد. چشمه مینرالی گرم چشمه در بلندی 2325 متر از سطح بحر در ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان در غربی نشیبی سلسله کوههای شاهدره در مابین جریان دریای گرم چشمه شاخوب دریای پنج جایگیر شده است. در کیلومتر 42 دورتر از شهر خاروخ، آسایشگاه یا سناتوری گرم چشمکی از یک چند چشمه شفابخش عبارت است عمل می‌کند. اصلا این چشمه شفابخش سال 1928 از جناب مینرالوگ روس لوبنسوف کشف کرده شده است. چشمه عمر چندین هزار ساله دارد، زیرا در طول چندین عصر موجودیتش در اینجا تحشین‌های آهک‌سنگ و یا شوشه‌های آهک جمع شده به طرف دریا چون شلاله آویزانند. سال 1957 در جای برآمد آب‌های مینرالی طبابتگاه گرم چشمه بنیاد گردید که بعداً چندین مرتبه ترمیم و بازسازی شده است. آب معدنی گرم شفابخش در روی زمین از بلندی 10 سانتی متر تا 1.5 متر فواره زده می‌براید. گرم چشمه یکی از مفزع‌های طبابتی استراحتی و سیاحی تاجیکستان میباشد. یک عامل مهم آسایشگاه این بودن مکان جایگیری چشمه‌ها بر زمین طبابت با آب چشمه، آب و هوای فراوان محل است که برای شفا یافتن از بیماری‌های دل، سیستم عصب، میان، پای، پوست و کسل‌های زنانه مساعدت می‌نماید. از سوی دیگر طبیعت محل به شک نمود ظاهری آسایشگاه را زیباتر گردانیده است. پس اقلیم و موضع جایگیر شوی گرم چشمه نیز به هر نفری که برای طبابت و استراحت میآید پسند است. امروز مجموعه طبابتی استراحتی گرم چشمه یکی از مفزع‌های زیبای کشور عزیزمان است که دقت همه سیاحان را به خود جلب نموده است.